کیف جدید $5000 شو دیدی؟ دوست پسرش براش خریده. استوریاشو دیدی از فرمون ماشینش فیلم میگیره؟ یا ماشین شوهرشه یا شوهر ماشین رو براش گرفته. اومده پوز میده شرکت جدید خودشو زده. معلوم نیست کی کمکش کرده. بعد میاد ادای زن مستقلم در میاره. وای من باشم اصلا نمیتونم. من عمرن نمیتونم اینجوری باشم. به پسره بگم برام چیزی بگیره اصلا عمرن نمیتونم. اینا هر چی دارن از یه مرد دارن میان واسه ما بالا منبر. وای من اصلا نمیتونم. میدونیم نمیتونی یا حداقل من میدونم، چون شما از اونایی هستی که ساعت 10 شب پسر بهت مسیج میده چه خبر امشب کجایی، میپری تو همون میلیمتر به میلیمتر بدنتو شیف میکنی، گرونترین لوشن و ادکلون تو به بدنت میزنی، موهاتو بابیلیس میکشی میدوی میری پیشش، برگشتنی هم پول تاکسی و اوبر و اسنپ و آژانس و هر کوفتی که هستش خودت میدی برمیگردی خونه. همه اینا هم واسه 3 دقیقه. 4 دقیقه هم نه، 3 دقیقه. برای 3 دقیقه حس خاص بودن بهت داده. بعد خدا نکنه یه زنی 3 بار از مرد دست گل بگیره، غذا بخوره پولش بشه 300,000 تومن، کادو بگیره بشه 3 میلیون تومن. وای این زن خرابه، وای این هرچی داره از مردا داره، وای چجوری هنوز یکی گل میگیره، وای چجوری این شکلی زندگی میکنه، وای من اصلا نمیتونم اینجوری زندگی کنم. میدونم نمیتونی، چون یه همچین زندگی اصلا تا حالا به تو پیشنهاد نشده که بخوای ردش کنی. تو توی تله افتادی، تله‌ای که مردا یه سری برچسب درست کردن، هر جا دستشون به هر زنی نرسید چسبوندن به اون زنه. بعد تو چون انقدر به توجه نشده که تشنه اون 3 دقیقه هی، هر جا مرد خسته شد گفته این برچسبا رو بده من کمکت کنم. بعد خدا نکنه یه زنی هدیه بگیره، یه زنی خوشحال باشه، یه زنی زندگی رمانتیک داشته باشه، یه زنی مردی رو داشته باشه که حمایتش کنه. تو تلهه داری جولون میدی. ما میدونیم تو نمیتونی اونجوری زندگی کنی، ایرادی هم نداره، اونجوری زندگی نکن، اما حقیقتا چیزی برای افتخار کردن توش وجود نداره. ببندش، بندازش بیرون. دست از سر زنا بردارید. این دستاتون رو از رو خرخره زنا بردارید. ولشون کنید. ولشون کنید. ولشون کنید. بای.